جناب آقای پورحسینی که فوت کردن. ویدیویی ازش منتشر شده که هنرمندها یه کار خیلی قشنگی کردن، دونه دونه به خونش زنگ میزنن و براش پیغام میذارن، پیغام هایی همراه با اینکه دیگه ایشون نیستن و روی وایس میل ایشون پیغام هایی میره از اینی که جناب آقای پورحسینی یا به اسم کوچیک صداشون میکنن و صحبت میکنن. من با محمد عزیز، محمد وجدانی عزیز که ادمین من هستن و تمام کارهای من انجام میدن، داشتیم راجع به موضوع که این ویدیو چقدر تاثیرگذار بود صحبت میکردیم و اینکه من چقدر این منو تحت تاثیر قرار داد. اینی که توی این تلفن هایی که میشه توی وایس میلشون بهش میگن که اینجا به تو احتیاج داریم و تو چه بی صدا و چه آرام سفر کردی و چه بی خبر رفتی. و من این جمله من رو خیلی تا اعماق وجود من رفت. هر کدوم از ما فردا ممکن هست خیلی بیخبر بریم، اطرافیانمون ممکنه بیخبر برن و به جز اونهایی که بیمار شدن ما بیماریشون رو میبینیم و همه اینها خیلی ها بیخبر میرن. دوستای گل من و با محمد وجدانی داشتیم صحبت این رو میکردیم. محمد حرف قشنگی زد، گفت من وقتی کودک بودم خیلی علاقه‌مند به کتابخونه بودم و در اون کتابخونه میرفتم و خیلی دنیای من بود، بهشت من بود اونجا. بعضی وقتا با خودم فکر میکردم بمیریم تو اون ور دنیا، تو اون دنیای بالا کتابخونه هم هست، اونجا کتابخونه دارن که من برم و لذت ببرم و یا خیلی از چیزهای دیگری که اینجا داریم و ارزشش رو نمیدونیم و وقتی که از دست بدیم ارزشش رو میفهمیم. از دیدگاه یک کودک معصوم اگر بمیره چیزهایی که داره رو نگاه میکنه، ولی ما حالا که بزرگتر هستیم آدمهای اطرافمون، عشقهامون رو و زندگی هایی که داریم رو، آیا این افراد رو اونجا خواهیم داشت؟ خیلی ها سوال میکنن بعد که عزیزشون رو از دست میدن، از من میپرسن که اونجا میریم بازم میبینیمش؟ ما نمیدونیم واقعا که اونجا میبینیم یا نه، چون ممکن اونها لیول های روحی متفاوتی باشن. بچه‌ها بیایید آزاده زندگی کنیم، بیایید آزاده اندیشی رو برای خودمون الگو قرار بدیم و بیایید از هر آنچه داریم، از هر ثانیه نفسی که میکشیم با عشق و با قدرت لذت ببریم. بیایید عاشقانه و آگاهانه زندگی کنیم و من عاشق تک تکتون هستم. از اینی که امروز اجازه دادید من همراهتون باشم و عاشقانه های خودمونی قلبم رو با شما تقسیم کنم ازتون سپاسگزارم. تصمیم دارم بیشتر از این ویدیوهای خودمونی بذارم و تصمیم دارم که دریافت های زندگی خودم رو با شما تقسیم کنم. من عاشقتونم، به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.